اینقدر کریه بود میدونستم الان برسه به من فقط میزنه. فقط یه سوال کرد چرا دخترتو زدی؟ یک موجودی از سمت چپ من، از سمت چپم، از اینجا نزدیک من میشد، انقدر وحشتناک بود، انقدر کریه بود، انقدر زشت بود که اصلا جرئت نمی‌کردم برگردم نگاش کنم. من می‌خواستم فرار کنم اونجا، تقلا کردم فرار کنم نمیتونستم. میدونستم الان برسه به من فقط میزنه، چون با یه خشم عجیبی داشت سمت من میومد. پام قلف شده بود اونجا، باید وایسی اینجا فرار نداره. اینجا وایساد، دقیق همینجا وایساد. وقتی رسید فقط یه سوال کرد چرا دخترتو زدی؟ من گفتم اشتباه کردم. میدونستم میزنه. گفتم اشتباه کردم که نزد. تا اینو گفت چرا زدی، من تصویر زدن من به دخترم همش اومد جلو چشم که چه ضرباتی من می‌دادمش. کی بود؟ چی بود؟ قضیه چی بود؟ قضیه این بود که از یه حرکت دخترم خیلی بدم اومد. بلند شدم دیگه هیچی رو نمی‌دیدم، فقط بهش می‌زدم. چند سالشون بود؟ اون موقع تقریبا 6 7 سالش بود. شوهرم انقدر بد زد تو صورتش این بچه پرت میشد. بالاخره دختر من نحیف بود و کوچیک، بعد درد دیگه یه دست سنگین پرتش می‌کرد. من سعی می‌کردم جلوشو بگیرم، خب نمیتونستم بازم جلوشو بگیرم. بچه بودم، یادم نیست چند سالم، زد تو گوشم، بعد چشم خون جمع شد. با هر ضربه‌ای که من می‌زدم اینا به من میزد جوری که من تمام سلولای بدنم جدا میشد، دوباره برمیگشت، دوباره میزد، دوباره جدا. گفت حقی نداری بزنی. برای چی زدی؟ چرا زدی؟ و میزد. گفتم بابا من اشتباه کردم، بذار جبران کنم، نزن. این موضوع برای من چندین سال طول کشید. چند سال؟ چندین سال من فقط سیلی می‌خوردم. چون فقط سیلی میزد. زمانی که سیلی می‌خوردید احساس می‌کردید که مظلوم هستید یا احساس می‌کردید که حقتونه؟ نه، احساس کردم حقمه، باید بخورم. که فقط زدنش نبود، حتی من یک قاشقی داغ کردم روی دستش گذاشتم، دستش سوخت. دختر من فاطمه خیلی کوچیک بود. شاید خودش هم میگه من یادم نمیاد چیکار کردم. یه شیطنتی انجام میده. بچه‌ست دیگه. شوهرم میاد یه قاشق داغ میکنه. حتی خودش میگه من خودم میگه نمیخواستم انقدر بچسبم بود، انقدر داغ شده بود این قاشق که بعد چسبید به پوست دخترمو کند و ایناش کبود شد. با قاشق دستم سوزونیدم، معلومه یا نه اینجاست. اینه. من میسوخت. اونم جلو میگرفت نمیذاشت بزنه بابام، ولی زد. یعنی زد گذاشت رو دستم و دو دستان منو گرفته بودن، دو دستای منو میکردن داخل آتش، نگه میداشتن. چرا دستشو سوزوندی؟ میدونستم این جای جبران نداره، میدونستم، ولی میگفتم بذارید برگردم جبران. سالها بر من این عذابو طول کشید.